این یکی از آخرین نشست‌های المازبک اتامبایف در مقام پرزیدنتی بود. او بیشتری برآمدش را نه به دورنمای رشد کشور بلکه بر روابط ناهموار با قزاقستان بخشید. قرقیزستان برای آن در محاصره قرار داده شد که پرزیدنتش طلب کرد به قانون‌های کشور ارج بگذارند و به امور داخلی آن دخالت نکنند. هیچ کس نمیتواند خواستهای خود را بالای ما تحمیل کند. المازبک اتامبایف کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا را نیز به بی‌فعالیتی متهم کرد و در رابطه به رهبر قزاقستان عباره تحقیرآمیز را به کار برد. مرا بی‌طرفی رهبریت کشورهای اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا به رهبری سرکیسیان نسبت به وضعی به وجود آمده حیرت زده کرده است. کی می‌خواهد به اتحادی که نه بر اساس قاعده و سازشنامه بلکه از روی خواستهای کدام یک خانه عمل می‌کند وارد شود؟ در ادامه صحبتش اتامبایف از اموربک بابانوف نامزد به مقام پرزیدنتی قرقیزستان یادآور شد که قبل از انتخابات پرزیدنتی با نورسلطان نظربایف رهبری کشور قزاقستان ملاقات داشت. اتامبایف این ملاقات را دخالت آشکار آستانه به امور داخلی قرقیزستان عنوان کرده بود. گذشته از این پرزیدنت قرقیزستان به طور آشکارا گفت که برای بحرانی به وجود آمده در مناسبت دو کشور از قزاقستان عذر نمی‌پرسد. من مشاهده میکنم که چگونه حالا بعضی از سیاستمداران و وکیلان پارلمان طلب دارند که اتامبایف برود و عذر بپرسد، در پیش پایش به زانو بزند. این همه یک نجاست سیاسی است. بخشش را نباید اتامبایف بلکه آنهایی بپرسند که بیرویانه به امور داخلی قرقیزستان دخالت میکنند، آنهایی که میخواهند قاعده، خواسته ها و کروپسی خود را به ما تحمیل کنند، آنهایی که میخواهند دست نشانده خود را به کرسی پرزیدنتی قرقیزستان بنشانند، ولی دست نشانده آنها خواهد شد نه در کرسی پرزیدنتی بلکه در زندان. پرزیدنت اتامبایف از استفاده حرف‌های ناجا خودداری نمی‌کرد و چون همیشه احساساتی بود. ضمناً در این نشست غیر انتظار رهبر حزب آناگو پروگرس باقی تورابایف از فعالیت پرزیدنت و سهمی به اندازه او توصیف کرد. در زمان انتخابات این سیاستمدار از اموربک بابانوف پشتیبانی میکرد و حتی به خاطر او نامزدیش را بازپس گرفت. شما سهم خود را در رشد قرقیزستان گذاشتید. خیلی می‌نداریم. شما ما را تنقید میکردید و میتوان گفت ما آب و تاب میافتیم. از این خاطر نه هر کس میتواند پرزیدنت باشد. شما در این وظیفه 6 سال فعالیت کردید و ما به شما همچون پرزیدنت، سیاستمدار و انسان احترام قائلیم. روزهای پرزیدنتی المازبک اتامبایف به شمار ماندند. تحلیلگران میگویند با آغاز کاری پرزیدنت منتخب سورونبای جینبکوف وضعیت بهبود می‌یابد. کرسی پرزیدنتی بعد 9 روز دیگر در اختیار رئیس جمهوری جدید قرار می‌گیرد.